در پی 3 دفعه از سوی ماموران حفظ محیط زیست جریمه بندی و از جانب دادستانی ناحیه جبار رسولوف پرونده جنایتی باز شدن، مالک فرمه خوک پروری تصمیم دارد جای پرورشگاه را عوض کند. حالا پرونده به ضد نسیم دوستمتوف با گناه تکرارا به دریای سیر پرتافتن اخلاد و پیشاب 300 سر خوک به دادگاه رفته است. این شخص خوک‌ها را در دهه دهمای ناحیه جبار رسولوف پرورش می‌کند. دریای سیر نیز از نزدیکی دهمای می‌گذرد. ما همه زن ارندو گفتگی هم تو میگم من دونی زنی میدارم میبرم میگم جا کم کرد جا دادگی نکی کم کرد چقدر کافته پرتام هم چیزای مستری الله سرتمی و گور پرتام همین یک شرایط باشد میکنم وقتی اکساتر آده میکنم همجور مستری میپرتام گورمونم یا میسوزونم. دوستمتوف در صحبت با ما افزود که در تپه روخک این ناحیه ساختمان فرمه نوش جریان دارد و قرار است تا 1 ماه دیگر به انجام رسد. ولی حالا این فرمه خوک پروری در نزدیکی محل اهالی نشین جایگیر شده است. ساکنان میگویند بارها به مقامات برای نیست کردن بوی غلیظ آن شکایت بردند و کاسه صبرشان لبریز شده است. سالش همو باشد میبیاد، بعضی بیگانی میبیاد، بعد از بیت بوی چی میبیاد؟ ندونم کن بوی چی وای مطرتی چی نزاف بخشه بوی همو خوکا میاد. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوخت چند قبل در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران گفت به ضد نسیم دوستمتوف تنها بر اساس ماده 226 قسم 1 کودکس جنایی یعنی افلاس یا آلوده کردن آبهای روی زمینی یا زیر زمینی پرونده گشودند. این بند قانون از 140 تا 240 ساعت کاری حتمی جریمه یا تا 2 سال محرومی از آزادی را در نظر دارد. باعث گرفتاری آدم‌ها با بیماری سیرویتی و استخوانی شده میتواند. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز میکنند، هرچند شماره کمی افراد آن را برای تبابت از بیماری استفاده میبرند. ولی به قول این خوک پرور خریداران اساسی این نوع چاربوهایش چینی ها هستند که در کارخانه های عظیم صنعتی کار میکنند. مسئولان اداره حفظ محیط زیست در ولایت سوخت میگویند در پی مراجعت ساکنان حالا اکثر فرمه های خوک پروری در شمال کشور را زیر نظارت گرفتند. حالا نسبت این فرمه ها ما کاربری کرده شدیم، در شهر گلستان هم معین کرده هستیم. حدودی باباجان غفور فوگلستان در اونجا یک دیگه فرمه پروری است. حالا چازی دیداست متخصص ما با شما ما پیشنهاد میکنیم حالاتی چند سر تقریبا 4-5 فرمه خوک پروری هست. با این حال شماره عمومی خوک های خانگی در پرورشگاه های تاجیکستان معلوم نیست. اما مقامات سر چند وقت از حمله خوکان وحشی به مزارع یا زمین های کشت خبر می دهند. شکار یک خوک وحشی در تاجیکستان 100 سامانی برابر به تقریبا $10 آمریکایی مقرر شده است. بر اساس قرار حکومت بجز از فصل بهار در موسم های دیگر شکار خوک اجازه است. مقامات میگویند شماره خوک های وحشی در کشور سالهای اخیر 2 برابر بیشتر شده به حساب آنها به 70,000 سر رسیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.